سلام و درود دوستان، وقتتون بخیر. یه مدت یه ترند جدید اومده که یه نفر یه عکسی از خودش رو، یه نسخه مینی از خودش رو دستش گرفته و داره اینو به دوربین نشون میده. میخواستم توی این آموزش کوتاه که مکمل آموزش‌هایی هست که کلاس‌های حضوریم یا آنلاین هم میذارم، این آموزش هم خدمتتون بدم. نکنین یه چت جی پی تی ساده است، همون نسخه معمولیش هم هست، نسخه پولیش نیست. ببینید اول میایم یه پرامپت آماده که اصلا توضیح دادم خدمتتون پرامپت چیه. تو سایت ها و پیجا می‌بینید، مثلا پرامپت اینو خودم توی گروه یا توی زیر ویدیو یا توی اینستاگرام زیر پست میذارم خدمتتون. اگه هم پیدا نکردین به پیام بدین خدمتتون ارسال کنم. این پرامپت رو لازم نیست خودتون بنویسین، این پرامپت آماده است. بعد میایین میزنین رو به علاوه، میگین که میخوام برام عکس بسازی. این کرییت ایمیج رو اینجا مینویسه، اگه به فارسی باشه مینویسه تولید عکس. یه بار دیگه میزنین و این دفعه عکس خودتون رو بهش میدین. من اومدم و یه نسخه از عکس خودم رو اینجا گذاشتم و این عکس رو آپلود میکنم. وای میسم این عکس آپلود بشه. این یه چت جی پی تی ساده است، نسخه پولیش نیست، نسخه خاصیش نیست و در روز اگه اشتباه نکنم 3 تا 4 تا عکس اجازه میده توی رایگان بسازه. من این عکس رو ساختم، عکس رو بهش میدم و الان نسخه سمت پرامپت رو میزنم، منتظر میشم که برام بسازه. این مرحله ساختنش بین 30 ثانیه تا چند دقیقه طول میکشه، حالا بس به اینکه سرورش چقدر شلوغ باشه یا اینکه چقدر طول بکشه، حالا مثلا چقدر پیچیده باشه تولید عکس، اینا میتونه تاثیرگذار باشه. توی این فرصتی که منتظر هستیم عکس رو برامون بسازه، چند تا نکته آموزشی خدمتتون بگم. نه خیلی سریع ساخت، وقت نشد. ببینید این یه عکس خیلی آماده و حاضر. برای دانلود کردنش میزنید رو دکمه به سمت بالا، چند تا گزینه بهتون میده، دو به فارسی یا انگلیسی اینجا نوشته دانلود، میزنید رو دانلود و دیگه دانلود میشه. به نظرم در همین حد کافی. حالا اگر سوالی داشتین توی شخصیم یا برام بفرستین که انشالله جوابتون بدم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.